به نام خدا. داستان سیلور اند سیلک، نوشته بانی. پارت اول. قربان خواهش میکنم. صدای لرزون بک دوباره اتاق رو پر کرد. زانوهاش به خاطر نشستن روی سطح سرد اتاق داشتن به شدت تیر میکشیدن، اما نمیخواست باز انگ ضعیف بودن بهش بخوره و واسه همین حتی تکونم نخورد. فقط نگاهش رو بالا آورد و با التماس به رئیس یانگ خیره شد. مرد میان سال آهی کشید و نگاهش را از بک دزدید. این پسر مثل بچه خودش براش عزیز بود. نمیخواست جونش رو تو خطر بیفته، اما از طرف دیگه هم توانایی رد کردنش رو نداشت. میدونی این درخواستی که داری میکنی آخرش چیه؟ بک لبهاش رو گزید. بالاتر از سیاهی هم مگه رنگی بود؟ فوقش میمرد. به هر حال کسی رو نداشت که بخواد براش گریه کنه. من موفق میشم. با لحن قاطعی که خودش هم باورش نداشت گفت. موفقیتی در کار نیست بکیون. اگر بری قاطی آدمای اون باند زنده بر نمیگردی. حتی اگر بدونی مدرک کافی جمع کنی. تا حالا هر کی رفته بر نگشته. اونا واسه اطمینان هر چند ماه یک بار یهو بدون هماهنگی کل اعضاشون رو پاکسازی میکنن و احتمال اینکه یکی مثل تو داره به عنوان یه خرده پا میره قاطیشون بعد از پاکسازی زنده بمونه زیر صفره. میفهمی اینو؟ بک لبخند سردی زد. قربان واقعا فکر کردیم بدون اطلاعات دارم ازتون درخواست میکنم؟ برام هیچ کدوم از اینا مهم نیست. اگر قرار باشه بمیرم میتونم پشت میزم وقتی زیر اون همه کاغذ دفن شدم بمیرم. ترجیح میدم حداقل یک بارم که شده کاری رو کنم که دلم میخواد انجام بدم. رئیس یانگ پلک‌هاش رو روی هم فشرد. هیچ وقت از پس زبون این بچه بر نمی اومد. تقصیر خودش بود. نباید میذاشت یادگار بهترین دوستش دنبال خودش بیاد تو این خراب شده. اینجا جای کسی مثل بک نبود. از وقتی امتحان ورودی رو قبول شد، رئیس یانگ یه روزم خواب راحت نداشت. با اینکه میدونست بک ازش متنفر میشه، اما کاری کرد که جز کارهای دفتری نتونه مأموریتی بگیره. با اینکه بک هیچ وقت اون رو پدر خودش فرض نکرده بود و خانواده رئیس یانگ رو غریبه میدونست، اما برای مرد میان سال بکیون خیلی عزیز بود. رئیس یانگ آهی کشید و به پسر کوچولوی وسط اتاق خیره شد. موهای مشکی پرکلاقیش قسمتی از پیشونیش رو به زیبایی قایم کرده بودن. چشماش داشت برق میزد و لبای باریکش رو روی هم با نگرانی فشرده میشدن. دستای ظریفش روی زانوهاش مشت شده بودن و گهگاهی یکم تکون میخورد. حتما پاش درد گرفته بود. انگار داشت به دوست صمیمیش نگاه میکرد. دوستی که سالها بود تنهاش گذاشته بود. دوستی که تک پسرش رو بهش سپرده بود. منو ببخش رفیق. وسایلتو جمع کن. پس فردا میان دنبالت. با قلبی شکسته زیر لب گفت. چشمهای بک در یک لحظه چراغونی شد. از جاش پرید، اما چون زانوهاش گرفته بود تقریبا دوباره پخش زمین شد. موفق شد به موقع خودش رو جمع و جور کنه. با چشمهایی که از اشک برق میزدن تقریبا 20 باری تعظیم کرد و تشکر کرد. رئیس یانگ به سردی دستش رو تو هوا تکون داد که یعنی مرخصی. بک برای بار هزارم به نشونه تشکر خم شد و بعد از اتاق بیرون دوید. به آرومی در و پشت سرش بست و لبخند گل و گشادی تحویل خودش داد. بالاخره موفق شده بود. در حالی که سعی میکرد ورجه ورجه نکنه راه افتاد سمت اتاق کارش. باز همون میز لعنتی، باز همون برگه های لعنتی. اما این بار اونقدرام نفرت انگیز به نظر نمی رسیدن. چون یکم دیگه بک از شر همه‌شون راحت می شد. بی صدا پشت میزش نشست و به دستاش خیره شد. دیگه کسی نمیتونست مسخرش کنه که مناسب این کار نیست، که قوی نیست، که عرضه نداره. آه سردی از ته گلوش خارج شد. چرا به خودش رو ثابت میکرد؟ مگه اونا کی بودن؟ مگه واقعیتی نبود که ترسیده؟ اونم بیشتر از هر وقتی. اون در واقع اصلا شجاع نبود. فقط سرتق بود. اما نمیدونست با کی لج کرده. با خودش؟ با دنیا؟ با آدماش؟ نفس عمیقی کشید و پیشونیش رو روی میز گذاشت. 2 روز بعد با پای خودش میرفت توی جهنم زمینی. به فاک رفتنت رو تبریک میگم بیون بکیون. با پوزخند زمزمه کرد. با باز شدن ناگهانی در تقریبا از روی صندلی افتاد پایین. دستاش رو روی قلبش گذاشت و چشم‌قره‌ای به فرد روبروش رفت. خبری که شنیدم درسته؟ بک شونه بالا انداخت. این کارا رو میکنی رو اعصاب من را بری نه؟ با صدای دادش از جا پرید.
لبش رو گاز گرفت و حفی کشید. بی خیال کریس، من چیکار به کار تو دارم؟ چیکار به کار من داری؟ شوخیت گرفته لعنتی؟ چرا هیچ وقت حرف منو گوش نمیدی بک؟ اونجا از جهنمم بدتره. اون کثافت‌ها رو جون آدم‌ها هم قمار میکنن. میخوای بری اون وسط چه گویی بخوری دقیقاً؟ کریس بی وقفه داد میزد و بک با خونسردی نگاش میکرد. هر گویی بخورم به خودم مربوطه. میخوای منو دیوونه کنی؟ فکر میکنی اونجا باشی من خوابم میبره؟ بک خواهش میکنم آخر شیطون بیا پایین. کریس این بار با لحنی زمزمه‌آرا گفت و روی نزدیکترین صندلی وا رفت. بک لبخند رنگ رو رفته‌ای بهش زد. واقعیت این بود که کریس هم مثل بقیه اون رو باور نداشت، فقط دوستش داشت و بک چقدر آرزو میکرد اونم بتونه دوستش داشته باشه. شاید دوست داشتن باعث میشد یکم حس آوارگی تو وجودش کم شه. اما هر بار که کریس سعی کرده بود یه قدم بهش نزدیک شه فقط فرار کرده بود. انگار یه جای قضیه بلنگه. نمیتونست قبولش کنه. زیر چشمای نگران کریس وسایلش رو تو کولش چپوند و کولر رو روی دوشش انداخت. از کنار کریس که رد میشد دستش رو شونش گذاشت و یکم فشار داد. نگران نباش رفیق، همه چی درست میشه. یه لبخند مستطیلی تحویل کریس داد و از اتاق زد بیرون. امروز و فردا آخرین روزایی بود که میتونست واسه خودش باشه. نمیخواست تو این اداره لعنتی زیر چشای مراقب کریس خرابش کنه. خب بعدش چی؟ بک با کنجکاوی پرسید. بعد نداره. تو فقط اطلاعات جمع میکنی. یادت باشه که هیچ اطلاعات به درد نخوری وجود نداره. همه چی به کارمون میاد. پس هر چی رو که میبینی قورت بده. چند وقت یه بار خودم میام سراغت، هم به من گزارش میدی. من اینجا نیستم باهات. خودتی و خودت. یادت باشه اگه بگیرنت تو هیچ پشتوانه‌ای نداری. اسم تو سازمان ثبت نشد و همه چی رو پاک کردن. دیگه بیون بکیون که عضو اس باشه وجود نداره. اون تو هم من تو رو نمیشناسم. من الان فقط کسیم که تو و یک عده دیگر رو داره تحویل میده. نمیدونم چه وظیفه‌ای بهت دادن، اما با این شکل و قیافه حتما بهت سخت میگذره. کدوم شکل و قیافم؟ بک با اخم واضحی پرسید که جوابش یک پوزخند واضح‌تر شد. اون حتی اسم این یارویی رو که آورده بود تحویلش بده رو نمیدونست. اون وقت طرف انقدر رو داشت که داشت تحقیرش میکرد. حواست باشه تو چشم کسی در نیای. سرت رو بنداز پایین، کارت رو بکن. زدن تو سرت هم تشکر کن. جلوی زبونت هم بگیر. تا جایی که ازت شنیدم انگار خیلی زبون درازی. اگر نمیخوای سیلور زبونتو بپیچه دور کله خوشگلت، ساکت بمون. سیلور؟ بک با چشای درشت شده پرسید. فکر کردی واسه چی اسم گروهشون شده سیلور تاون؟ به رئیس لعنتیشون میگن سیلور. فازش چی بود طرف؟ عجب اسم تخیلی. بک پوزخندی کم رنگ زد. رسیدیم. بپر پایین جوجه. از اینجا به بعد نه من تو رو میشناسم نه تو منو. موفق باشی. بک آب دهنش رو قورت داد و با قدم‌های لرزون از من پیاده شد. ماشین جلوی یه جهنم دره‌ای به نظر یه کارخونه قدیمی میرسید نگه داشته بود. بک نگاه لرزونش رو به اطراف گردوند و متوجه شد ون دیگه‌ای هم پشت سر اونا رسید و یه مشت آدم دارن از اون پیاده میشن. چند دقیقه‌ای جلوی در معطل شدن تا اینکه بالاخره راهشون دادن تو. تمام مدت بک داشت بی‌وقفه ویبره میزد و در عین حال اطراف رو میپایید. انگار وارد دنیای مردگان شده باشن. نور تو ساختمون کم بود و همه جا عجیب و ساکت بود. از شدت استرس دلش داشت پیچ میزد. یکی دو تا راهرو مسخره رو رد کردن تا اینکه بالاخره وسط یه سالن گنده و خلوت ایستادن. نامجونا! یکی با صدای بلند داد زد و بک توجهش به پسری که داشت سمتشون میومد جلب شد. قد نسبتاً بلند و چهره جدی داشت. راوی! بک تازه اونجا متوجه شد اسم پسری که باهاش تو ماشین بود نامجونه. البته قرار بود آشنایی نده، اما خوب بود که اسمشو بدونه. چه خبر رفیق؟ راوی همون کسی که چند دقیقه قبل بهشون اضافه شده بود پرسید. درگیر خورده فرمایشای اون عوضیم. نامجون زهرخندی زد و گفت. راوی نگاهی به جمعی که بک هم عضوشون بود کرد و گفت ها نیروی جدید آوردی؟ نامجون سرش رو به نشونه مثبت تکون داد. خودش کو؟ من کل روز و وقت ندارم ها. خونه تو کثیف‌تر نکن. بیا بریم یه گلویی تازه کنیم. خودش میاد ببینتشون دیگه. راوی دستشو دور شونه نامجون حلقه کرد و اونو به سمت خروجی کشوند. بک نگاه پر التماسش رو بهش دوخت اما اون توجهی نکرد. حالا دیگه واقعا خودش بود و خودش. 15 دقیقه‌ای هم اونجوری معطل شدن. بک بی‌حوصله کف زمین نشسته بود و با انگشتاش روی خاک خط می‌کشید. همه انقدر مضطرب بودن که کسی به کسی گیر نمیداد. معلوم بود هر کی کارش به اینجا کشیده دیگه به آخر خط رسیده بوده.
بعد کم کم داشت خوابش میگرفت که یهو در فلزی سمت دیگه سالن با صدای ناهنجاری باز شد و هر کی روی زمین نشسته بود از جمله بک عین فنر از جا پرید. پسر جوانی با 2 گنده بک کنارش وارد سالن شد و بک لازم نبود پروفسور باشه که بفهمه اون سیلوره. موهاش نقره‌ای بود. سیلور 2 محافظای گندش اومدن سمتشون. بک سعی کرد آب دهنش رو قورت بده اما پی برد دهنش عین کویر خشک شده. پس شماها تازه واردینین؟ سیلور زمزمه بار پرسید و صدای بم و مردونش باعث شد پشت بک بلرزه. سیلور با قدمای کشیده شروع کرد به چرخیدن دورشون و وقتی نزدیک بک رسید ایستاد. بک حس کرد یه تشت آب سرد روش ریختن. سیلور خم شد تا قدش به هم قد بک بشه. انقدر نزدیک شده بود که بک میتونست به راحتی بوی عطر تلخش رو حس کنه. نگاش نکن و خوشبختانه نگاش نکرد، اما متوجه پوزخند سیلور شد. این پسر کوپ هست. اینجام. نامجون با قدمای بلند به سمتشون اومد. چطوری چانیول؟ اخم سیلور که بک حالا میتونست اسم واقعیش چانیوله تو هم رفت. چند بار بهت بگم منو با این اسم صدا نکن. من زیر دستت نیستم که بخوای برام تعیین تکلیف کنی. همکارتم فقط. هرچی بخوام صدات میکنم. اخم چانیول سنگین تر شد اما دیگه اعتراضی نکرد. دوباره نگاهش به سمت اونا چرخید و بک بی اراده خودش رو پشت نزدیکترین فرد قایم کرد. این بار دیگه واقعا گند زدی با این آدم جمع کردنت. یکی از اون یکی مردنی تر. اینو نگاه. چون به یکی از مردا که نزدیکش بود سیخونک زد. اندازه 6 تا من وزن داره. میخواد چه غلطی کنه مثلا؟ شانس بیاریم هممونو نخوره. چند قدم دیگه برداشت و این بار جلوی پسری که بک پشتش قایم شده بود ایستاد. بک خدا رو شکر کرد که قایم شده. اینجوری تو چش نبود. اما چند لحظه بعد وقتی که انگشتای کشیده چانیول دور مچش حلقه شد فهمید خوش خیالی کرده. چون اون رو از مخفیگاه بیفایده‌اش بیرون کشید و وسط جمع گفت این یکی دیگه اوجشه. چی پیش خودت فکر کردی؟ به سمت بک برگشت و بازوشو گرفت و چند بار به شدت تکونش داد. نگاش کن تو رو خدا. فوت کنی باد میبرتش. این فقط به یه درد میخوره خدایی. جای کار اینجا حراجش کنم سنگین تره. بک با دهن باز به چانیول خیره شد و بعد نگاه سرگردونش به سمت نامجون برگشت. منظور چانیول رو نفهمیده بود. به درد چه کاری میخورد دقیقاً؟ یعنی چی حراجش کنه؟ چند بار با گیجی پلک زد. به قیافش نگاه نکن. خیلی زبر و زرنگه. میتونه دیلر خوبی باشه برات. چان پوزخند واضحی زد و گفت این که چی بشه دیگه به خودم مربوطه. چانگسو باهات تصفیه میکنه. هری خوش اومدی. نامجو نگاه ترحم‌آمیزی به بک انداخت و همراه با یکی از مردای همراه چانیول راهی شد بره. بازوی بک هنوز تو حصار انگشتای چان بود و مطمئن بود تا حالا کبود شده اما صداش در نیومده بود. نامجون بهش گفته بود نباید جلب توجه کنه و اون حاضر بود تا آخر عمرش خفه خون بگیره تا توجهی بهش جلب نشه. فعلا یه مش کار دم دستی بهشون بده تا بعداً تصمیم بگیرم هر کی چی کار کنه. چانیول بالاخره بازوی بک رو ول کرد و به اون یکی همراهش گفت. مرد سرشو خم کرد و گفت چشم قربان. چانیول نگاه آخری به بک انداخت و اونم از سالن خارج شد و بک بالاخره حس کرد میتونه نفس بکشه. این دیگه کی بود خدایا؟ این چه غلطی بود که کردم؟ هیچ نمیدونست، فقط مطمئن بود تا حالا تو زندگیش اینقدر پشیمون نشده بود. تمام بدن بک داشت تیر میکشید. کل روز مشغول شستن یه مشت قفس بود که معلوم نبود قبلا چیا توش نگه می‌داشتن. قفس‌ها اینقدر بزرگ بودن که بک میتونست توشون وایسه یا حتی راه بره. از فکر اینکه چه اتفاقایی تو این قفس‌ها میتونه افتاده باشه عرق سرد میکرد. حتی وقت نداشت سرشو بخارونه، چه برسه بخواد بره بچرخه یکم اطلاعات جمع کنه. آهی کشید و تی رو ول کرد زمین. این آخرینش بود. بالاخره میتونست بره یکم استراحت کنه. یه نگاه به ساعت مچیش کرد. با دیدن اینکه ساعت 10:30 شبه چشاش 4 تا شد. کش و قوسی به کمرش داد و از قفس اومد بیرون. همونطور که از راهرو پایین میرفت شروع کرد آنالیز. هر دو طرف راهرو پر از اتاق بود. این همه اتاق اینجاست. اون وقت اون لونه موشا رو به ما دادن. با یه اخم ظریف زیر لب زمزمه کرد. بالاخره به اتاقی که بهش داده بودن رسید. البته اگه بشه اسمش رو گذاشت اتاق. سرجم 6 متر و نیم نمیشد و همه وسایل شامل یک تخت، یک کمد پارچه‌ای لباس بود یا یه حموم و دستشویی فسقلی. بک بدون لحظه‌ای تحمل لباسش رو در آورد و پرید تو حموم. اونقدر زیر آب گرم وایساد تا حس کرد عضلای گرفتش یکم باز شدن. بی‌حوصله یه شلوارک راحتی پوشید و تیشرت سفید ساده‌ای رو تنش کرد و روی تخت ولو شد. اما هر کاری کرد نتونست بخوابه. باید یه نگاهی به اطراف مینداخت.
شاید بد نبود حالا که همه جا ساکت آرومه یکی از اون اتاقا رو چک کنه. آه عمیقی کشید. در حالی که خودش رو به رگبار فرش بسته بود با قدم‌های آروم از اتاق زد بیرون. پاورچین خودش رو به همون راهرویی که یه قدم پیش ازش رد شده بود رسوند. باید هر روز حداقل یه اتاقو چک می‌کرد. البته قبلش باید میدید که کی وقت مناسبیه. فعلا شانسی باید جلو میرفت. اولین در از سمت راست رو انتخاب کرد چون نسبت به بقیه درها شیک‌تر به نظر می‌رسید. بقیه درها ساده بودن در حالی که این یکی روش نقش و نگار داشت. لب پایینش رو بین دندوناش نگه داشت و تقی آرومی به در زد. کسی جواب نداد. بک برای اطمینان بیشتر دوباره دیگه هم در زد اما بازم جوابی نگرفت. زبونش رو لب به لبای خشکش کشید و وارد اتاق شد. اتاق نسبتاً بزرگی بود. به نظر می اومد اتاق کار باشه. بک در رو پشت سرش بست و با قدم‌های بلند و سریع رفت سمت میزی که گوشه اتاق بود. عینکی که بهش داده بودن و واسه همچین مواقع عجیبش در آورد و به چشم زد و مشغول بررسی برگه‌های درهم روی میز شد. نمیدونست چیان اما تون با ضربه زدن کنار قاب عینک ازشون عکس میگرفت. دلش مثل سیر و سرکه میجوشید. اگه نخواسته بود بیاد اینجا الان تو آپارتمانش روی مبل لم داده بود و پیتزاشو میخورد. غرق عکس گرفتن بود که یک دفعه صدای چرخش دستگیره در مثل پورت رو سرش فرود اومد. تنها کاری که تونست بکنه این بود که عینک رو بپیچونه توی جیبش و از میز فاصله بگیره. در باز شد و بک واقعا ایمان آورد که تا حالا کسی به بدشانسی و اون قدم به دنیا نذاشته. از همه آدمایی تو این آشغالدونی باید اونی که از همه بدتر بود الان وارد اتاق میشد. بک با دهان نیمه باز به روبروش خیره شده بود. چانیول جلوی در مات وایساده بود. حتی اون هم تصور نمیکرد کسی جرأت وارد شدن به اتاق کارش رو داشته باشه اما ظاهرا این پسرای فسقلی خرتر از این حرفا بود. اخمش به پوزخند معنیداری تبدیل شد و باعث شد بک عقب بره. طوری که کمرش محکم خورد به میز و گلدون روش پخش زمین شد. صدای ناهنجار شکستن گلدون باعث شد ترس بک در کسری از ثانیه چند برابر بشه. نمیدونست کجا بره، کجا رو داشت که بره. میز رو دور زد و با چشمای ترسیده اطراف رو اسکن کرد. حتی حاضر بود خودش رو از پنجره پرت کنه بیرون، اما اتاق لعنتی پنجره‌ای نداشت. اینجا چه کار میکنی فسقلی؟ چون با ملایمتی که برای بک عجیب بود پرسید. بک با سردرگمی چند باری پلک زد. چشاش هم هنوز داشتن بی اراده اطراف رو واسه راه فرار وجب میکردن. جان خنده کوتاهی کرد و گفت تنها راه خروج از این اتاق این دره. بک با رنگ پریده بهش خیره شد. اوپس، بسته شد. چان در رو با پاش هل داد و بست. حالا چطوری میخوای بری بیرون؟ نفس بک دیگه واقعا بالا نمی اومد. چون با قدم‌های بلند به سمتش اومد و بک با سرعت عقب پرید. اونقدر عقب رفت که دیوار رو پشت سرش حس کرد. مگه چی بهت گفتم که میترسی؟ بک نمیدونست چرا اما این لبخند عجیب و غریب سیلور براش از همه چی ترسناکتر بود. زبون نداری؟ فقط پرسیدم اینجا چیکار میکنی؟ بک چند ثانیه نگاش کرد و بعد گم شده بودم، ببخشید دیگه تکرار نمیشه. چون سرش رو به نشونه فهمیدن با آرومی تکون داد. حق میدم بهت، اینجا خیلی گنده است، آدم راحت گم میشه. بک نفس عمیقی کشید. لحن آروم چانیول باعث شده بود ترسش بریزه. منم خیلی از گم شدن بدم میاد. چانیول یهو شروع به صحبت کرد. در همون حال شروع به زیر و زبر کردن کشوی میزش کرد. بک عین خنگا فقط به نیمرخش خیره شده بود. گفتی اسمت چی بود؟ بک آب دهنش رو قورت داد. نگفتم. اسمم بیون بکیانه. چون دوباره خنده کوتاهی کرد. میدونی دیگه از چی بدم میاد بانی؟ خرگوش کوچولو. بیون. بک زیر لب تصحیح کرد. نمیدونست چطور کسی میتونه بیون رو بانی صدا کنه و اشتباه بگیره. جوابمو بده. نه نمیدونم قربان. از اینکه خر فرضم کنن. چون زمزمه کرد و در مقابل چشمای متعجب بک از کشوش اسلحه کشید بیرون. رنگ بک مثل گچ دیوار شد. چون به سمتش چرخید و جلوش ایستاد. اسلحه رو خیلی آروم روی شکمش گذاشت و آهسته به سمت بالا کشید. بک یک نفس افتاده بود. تا حالا متوجه نشده بود سیلور چقدر ازش بلندتره. اما حالا که جلوش وایساده بود میدید که به سختی تا شونش میرسه. چون اسلحه رو از زیر چونش رد داد و گذاشت روی لباش و قبل از اینکه بک حرکتی کنه سر اسلحه تو دهنش بود. دیگه گم نشو بانی باشه؟ یهو دیدی پیدا نشدی دیگه. بک با چشمهای درشت شده به چشمهای سرد و شیشه‌ای سیلور زل زد. فهمیدی چی گفتم؟ سیلور چنان داد زد که روح تقریبا از تن بک خارج شد.
به زحمت سرش رو به نشونه فهمیدن تکون داد. چون اسلحه رو از دهنش بیرون کشید. حالا گم شو. بک لازم نبود دوباره جمله رو بشنوه. با اینکه زانوهاش عین ژله شده بودن بدون معطلی از اتاق دوید بیرون. در اتاق پشت سرش بست و با اینکه دلش می‌خواست با تمام سرعتی که پاهای لرزونش اجازه میده از اون اتاق و پسری که توش بود فاصله بگیره، همون کنار در وا رفت. قلب کوچیکش چنان تو سینه بیقراری میکرد که بک نگران شده بود نکنه سکته کنه. دستش رو روی قلبش گذاشت و سرش رو به زانوهاش تکیه داد. باید خودش رو آروم میکرد. دم بازدم. تو دیگه کی هستی؟ بک به سرعت سرش رو از روی زانوهاش بلند کرد و نگاهی به پسری که روبروش با چشمای کنجکاو وایساده بود دوخت. اولین جمله‌ای که از سرش گذشت این بود: چقدر خوشگله. الهی تو چقدر بانمکی. چشمای بک 4 تا شد. با سردرگمی چند بار پلک زد. عادت به تعریف و تمجید نداشت، واسه همین نمیدونست چی بگه. پسر لبخند کوچیکی زد و گفت: نگفتی کی هستی؟ اینجا چی کار میکنی؟ چرا کف زمین نشستی؟ بک آب دهنش رو قورت داد. سوالای رگباری پسر مضطربش کرده بود. پسر که جوابی از بک نگرفت، نیم نگاهی به در اتاق انداخت و بعد نگاهش باز روی بک چرخید. میدونی چیه؟ نمیخواد بگی. من سوهوام. اسم تو چیه؟ بک نگاهش رو به صورت مهربون پسر دوخت. اسمش مثل خودش خوشگل بود. بکیان. زیر لب زمزمه کرد. از تازه واردایی نه؟ بک سرش رو به نشونه مثبت تکون داد. حتما گشنته. بیا بریم یه چیزی بدم بخوری، خوشگله. بکیان با سرعتی که خجالت سرخ شده بود با تعجب به سوهو خیره شد. سوهو خنده‌ای کرد و خم شد لپ بک رو کشید. عزیزم پاشو، حتما خیلی گشنته. آخه بین بقیه ندیدمت واسه غذا. بک لب پایین رو گاز گرفت و از جا بلند شد. سوهو در اون لحظه تو چشاش شبیه فرشته‌ها شده بود. مثل یه جوجه اردک مظلوم که دنبال مامانش پشت سر سوهو راه افتاده بود. هر کی اینجا میاد قیافش شبیه اسرائیله. دیدن یکی مثل تو اینجا هر 10,000 سال نوری اتفاق میفته. البته جز وقتایی که خودم رو تو آینه نظاره میکنم. سوهو به شوخی خندید و باعث شد بک هم بزنه زیر خنده. سوهو به سمتش چرخید و گفت: آدم میخواد لپتو بکنه. بک دوباره سرخ شد. سوهو ضربه‌ای به شونه‌اش زد و اون رو به داخل آشپزخونه هل داد. آشپزخونه بزرگی بود. مثل مال رستورانا. من مسئول خورد و خوراک این قولفشنام. بک سرش رو به نشونه فهمیدن تکون داد. همیشه انقدر کم حرفی؟ سوها با مهربونی پرسید. بک کم حرفی؟ از حرف سوها خندش گرفت. نه کم حرف نیستم، فقط الان یکم شوکه و خستم. سوها سرش رو به نشونه تایید تکون داد. بک روی یک صندلی نشست و به سوها که اینور اونور میرفت تا برای بک غذا آماده کنه خیره شد. ببخشید تو زحمت انداختمتون. بک خجالت زده گفت: زحمت کجا بود بابا، کارمه. تازه خوشحالم میشم تو خوشگله از غذام بچشی. بک دوباره خندید. به لطف سوهو یادش رفته بود که الان کجاست و چند دقیقه پیش چجوری تهدید شده. تو خیلی وقت با اینا کار میکنی؟ بک با لحنی که سعی می‌کرد زیاد کنجکاو نباشه تا سوهو به شک نیفته پرسید. آره متاسفانه، از اولش. من و چانی خیلی سال دوستیم. چانی؟ سوهو خندید. بفهمه باز اینجوری جلوی بقیه صداش کردم جرم میده. منظورم سیلوره. بک دوباره سری تکون داد که یعنی فهمیدم. چرا وارد این کار شدی؟ بهت نمیاد آدم این کار باشی؟ امیدوار بود سوالش سوهو رو ناراحت نکنه. البته اگر نمیخوای نگو. به سرعت جمله بعدی رو به تهش اضافه کرد. باورت بشه یا نه منم میخواستم همین رو ازت بپرسم. سوهو با خوشرویی گفت. بک پاهاش رو روی صندلی جمع کرد تا 4 زانو بشینه. سوهو از حالتش خندید. انگار خیلی مشتاقیا. آره من ذاتاً فضولم. سوهو در حالی که سرگرم خورد کردن یه مقدار سبزی بود گفت. به خاطر چانی شد. پاش کشیده شد تو این کارا. منم چون اون همه کسم بود دنبالش اومدم. اما من دل کارایی که اون میکنه رو ندارم. واسه همین خودم رو تو این آشپزخونه حبس کردم که نفهمم اون بیرون چه خبره. تو چطور؟ بیکاری، بیپولی، بدبختی. بک آخ عمیقی کشید و گفت. سوهو خندید. کاملا متوجه شدم. اینا دقیقاً چیکار میکنن؟ اون پسره که منو آورد گفت پول توشه. منم خر شدم اومدم. اما الان مرتیکه لنگ دراز. بک لبش رو وسط حرفش گاز گرفت. یادش اومد که سوهو دوست سیلوره. سوهو پقی زد زیر خنده. مرتیکه لنگ دراز؟ وای خدا، چون اینو بشنوه خفت میکنه بچه. جدی خفت میکنه. نگی یه وقتی. بک با خجالت لبشو چم کرد. ببخشید. سوهو سرشو تکون داد. نه بابا نمیخواد از من معذرت بخواد. تازه خدا خیرتم بده موجبات خندم رو فراهم کردی. دل آدم میپکه اینجا. اما جلوی خودش نگو. اون روانیه. بک با حرف شنوی سر تکون داد. از این به بعدم هیونگ صدام کن.
بک زبونش رو با شیطنت بیرون آورد و گفت از کجا معلوم تو از من کوچکتر نباشی؟ الکی بگی که من بهت احترام بذارم؟ پاشو بچه برو خودتو سیاه کن، با همون ماهیتابه میزنم تو سرتا. داد میزنه من ازت بزرگترم. باشه هیونگ. بک لبخند مستطیلی تحویل سوهو داد و سرش رو به نشونه احترام خم کرد. خب داشتی میگفتی اون مرتیکه لنگ دراز چی؟ سوهو در حالی که موادی رو که واسه یه املت ساده آماده کرده بود به ماهیتابه منتقل میکرد پرسید. بک روی صندلیش جابجا شد و گفت هیچی، داشتم دنبال یه لقمه نون توی اتاقا میگشتم که اشتباهی رفتم تو اتاق واموندش. از اونجا که شانسم خیلی گل و بلبله، این عجل مررق زارب پیدا شد. یا خدا. سوها با چشمای درشت برگشت سمتش. چطور زنده ای تو بچه؟ بک شونه بالا انداخت. نمیدونم، فقط اینکه چنان تن و بدنم رو رزوند که اگه به لطف اون همه خرحمالی آب بدنم خشک نشده بود حتما خودم رو خیس میکردم. آها یادم اومد، من تشنمه. سوها که از این شاخه به اون شاخه پریدن بک خندش گرفته بود با سر به یخچال بزرگ کنار آشپزخونه اشاره کرد و گفت برو هرچی میخوای بردار. بک با خوشحالی از روی صندلی پایین پرید و ورجه ورجه کنان رفت سمت یخچال. سوها با نگرانی بهش خیره شد. این بچه واسه اینجا بودن زیادی کوچولو و معصوم بود. همون لحظه تصمیمش رو گرفت. درسته که اینجا قدرت زیادی نداشت، چون هم تو مسائل کاری آدم حسابش نمی‌کرد، اما باید از این پسر بیچاره در مقابل آدمای اینجا مراقبت می‌کرد. بک سوها رو یاد خودش مینداخت، یاد آدمی که یه زمانی بود و حالا هیچ اثری ازش باقی نمونده بود. سلام، اومدم با یه داستان فوق‌العاده جذاب و دوست داشتنی. خودم عاشقشم. هر روز ساعت 4 بعد از ظهر آپلود میشه. لطفاً حتما گوش بدید، با لایک و کامنت ازم حمایت کنید. سابسکرایب یادتون نره. منتظرتونم. خداحافظ.